من الان منتظر یکی از دوستانم هستم که بله اومد. عیدی شما اومد. عیدیتون مبارک. قبول داشته تا آقای دکتر نیکپور، مردی بی‌نظیر. سلام آقای دکتر نیکپور. سلام به جناب آقای حسن ریوندی عزیز و مخاطبین پرشمارش. امیدوارم که یک گفتگوی کوتاه ولی مفید داشته باشیم که فرصتی که غنیمته از دست نره. دوستانی که دارن این لایو رو نگاه میکنن، من امشب گفتم عیدی میخوام بهتون بدم. آقای دکتر، من قبل از اینکه شما بیاین گفتم من میتونم به همتون نفر یه سکه طلا به عنوان عیدی بدم، اما اینو خرج میکنید تموم میشه. امشب به شما عیدی میدم که این عیدی تا آخر عمر برای شما مفید فایده است و زندگیتون کمک میکنه که شاد زندگی کنید و آرامش داشته باشید، خوشبخت باشید. چیزی که امروزه مثل در نایاب دنبالش میگردیم و پیداش نمیکنیم و ما نمیدونیم کجا گم کردیم خودمون رو، خوشبختی و آرامش خودمون رو. امشب گفتم به مخاطبین خودم که این کار رو من برای شما انجام میدم. سوپرمن عرصه روانشناسی رو برای شما امشب دوستان آوردم، دکتر نیکپور. فقط سوال اینه آقای دکتر، راز خوشبخت زیستن و آرامش داشتن، محبت کردن، بخشیدن در چیه و چگونه میتونه انسان به این صفات نیک به راحتی دست پیدا کنه؟ از الان ما شنوای این صحبت‌های شما هستیم. خب خیلی ممنون. من خیلی مختصر راجع به چند تا چیز که شما گفتی صحبت کنم. یکی اون تعریف و تمجیدی که ابتدای کار گفتی، این یک رابطه دوستانه بین من و توست، اما وقتی برای تو مفید واقع شده، تو چنان حس شخصی خودت رو که بیان کردی، خب بدون شک من در جامعه بزرگ بسیار پردانش، بسیار فریخته اساتید روانشناسی جامعه وزن بزرگی نیستم، اما در این حال ممکنه که کارهای مهم و درستی برای مراجعین خودم کم سر و صدا انجام داده باشم. اما اگه بخوایم بریم سراغ این پدیده ارزنده انگاری که تو شایستگی خیلی زیادی برای من قائل شدی که باعث افتخار منه، اما این دردسر تولید میکنه. چرا؟ برای اینکه از فردا من دیگه نمیتونم خودم باشم. یعنی هر وقت حسن ریوندی منو دعوت میکنه به جمعی، من مؤدب‌تر از قبل، فریخته‌تر از قبل، با کلاستر از قبل سعی میکنم حضور پیدا کنم و این من دیگه. آره که این دیگه من نیستم. یه لحظه چی گفتن آقای دکتر؟ گفت که شما از من تعریف کردی و در واقع به من ظلم کردی، یعنی کاری کردی که من از این بعد دیگه نمیتونم خودم باشم. در هر جمعی، در هر فضایی که قرار بگیرم مجبورم خودم رو جمع و جور کنم که نگن این همون دکتر نیکپور بود که ریوندی اینجوری چون الماس ازش یاد کرد. ممنون. چقدر شما افتادگی داری حسن جان. چقدر ببین، من یک چیزی رو انگار که داشتم حرف تو رو نقل می‌کردم که این منظورم نبود. درس بزرگی بود، درس ولی بزرگی بود برای این کسایی که چقدر موضوعی را که میتونستی ازش تفره بری واضح کردی. این نشون میده که تو به یاد گرفتن مخاطبینت علاقه‌مندی. تو دوست داری هر درسی که از اونا بگیرن، حتی اگر که یک جایی از حرف تو زیر سوال بره. این شجاعت به خاطر اینکه طرف به خاطر به دست آوردن یک سری مسائل بسیار پوچ و ناچیز طرف رو تا خدا میبره بالا. اما من اگر تعریف کردم از شما در جلسات خصوصی که با من داشتید و در زندگی من تأثیر گذاشتید، تعریف نبود، من تأثیر پذیرفتم. من از تغییر کرد رفتارم، اخلاقم، لایف استایل زندگیم و این رو صادقانه دارم با مخاطبینم در میون میذارم و در آخر سرم آدرس شما رو حتما خواهم داد که اگر خواستن با شما تماس بگیرن که ببینن که سبک رفتارش، سبک در واقع درمان شما و سبک گفتگو محوری شما با مشاورینتون چقدر متفاوت هست. خب حالا چون من با اسم دکتر حرف داره پیش میاد، این بذار این بحث رو ببندیم. پس در مجموع من خیلی تحسینت میکنم به خاطر که اگر من از تو تملق و تحسینی میگفتم بیش از حدی که دلیل و سندی براش داشته باشم، این نشانه این بود که من به قدرت یا جایگاهی تو طمعی ممکنه داشته باشم، ممکنه یا از رو عادت این کارو بکنم. اما وقتی شما چنین لطفی رو در حق من کردی، چون من نسبت به مخاطبین تو ناشناخته ترم و تو چهره خیلی مطرحی هستی،
بدون شک این لطف شخصی تو بود. منتها از این فرصت که تو همیشه، من این گشاده دستیت رو برای اینکه آدم‌ها یاد بگیرن واقعا از نزدیک زیاد دیدم یا بهره ببرن، خواستم این را بهانه کنم که بدونیم که همین موضوع رو از همینجا شروع کنیم. شادی از اینجا شروع بشه که ما توقعی به جز اونی که هستیم از خودمون نداشته باشیم. و چون من اون رو من توقع ایجاد کردم، یعنی اگه مخاطبی بیاد پیش من از نزدیک من رو ببینه، افسانه ای از من داشته باشه، اون افسانه ناکامش میکنه، خود من ناکامش نخواهم کرد. و وقتی که نظام ذهنیم رو از اینجا شروع کردم دیدم بهانه خوبیه. خب یک بار دیگه ببین اینجا قطع شد آقای دکتر، یک بار دیگه بفرمایید. یعنی که آدم‌ها وقتی عاشق میشن اغراق میکنن، توجه افراطی پیدا میکنن به چیزی یا کسی. این توجه افراطی همه وجنات و سکنات اون آدم را به چیزی تبدیل میکنه که من توقع دارم، نه چیزی که اون هست. مثلا وقتی من عاشق کسی میشم که معمولا کسیه که زیاد در معرضشم، عشقای ناگهانی نادرترن. مثلا من عاشق دختران فامیل میشم، با دخترمو، دخترمه، دختر مثلا فلانی که همسایه‌مونه یا دختر همکلاسیمون عاشق میشم. چرا؟ چون این آدمای مجاور منن. بس کم کم چون زیاد دیدمشون آدمای مهمی میشن. وقتی که مهم میشن کم کم این آدم‌ها برای من ویژه میشن. وقتی ویژه میشه حرفایی که زد به دل نمیگیرم، علائمی که نشون داد تحریف میکنم، جابجاش میکنم. کم کم به خودم میام میبینم همه فهمیدن و فقط من نفهمیدم. یعنی بقال محله رابطه ما نشون میدادم، میگفت این آدم به دردتون نمیخوره. اما خود من چون سوگیری به این آدم پیدا کردم و به این آدم نیازمند شدم، یعنی تنهایی منو این پر کرد، بعضی از مشکلات من آدم رو اینو حل کرد، این آدم با بودنش به زندگی من جهت و هیجان داد و حالا نبودنش دیگه نمیتونه و تصمیم سختیه و من چنین قدرتی ندارم، به همین دلیل میام واقعیت رو جابجا میکنم. یعنی آره زد تو گوش من، ولی میدونی خودم هم حرف خوبی نزد. آره پولمو گرفت پس نداد، ولی تو شرایط سختی به سر میبره. آره بعد گذاشت به موقع نیومد، ولی خب میدونی همه بدقولی میکنن و اون موقع است که دیگه از من تو دیگه توقعی تصمیم عاقلانه نداشته باش. اینا کلی گفتم. یک فرهنگ تو شرق خیلی شایع، فرهنگ ارزنده انگاری. این دفاع به کمک ما میاد که دیگران را ارزنده انگاری، یعنی شایسته انگاری. این فضاییه که ما تو شرق زیاد داریم و برای اینکه خودمون در امنیت باشیم اولین راز شادکامی اینه که نیاز نداشته باشیم محبوب کسی باشیم، نیاز نداشته باشیم که تایید و تحسین دیگران حسی رو در ما خیلی ایجاد کنه. ما ممکنه به قواعد اجتماعی باید احترام بذاریم. مثلا اگر که شما تحصیلاتتو بالاتر ببری قدرت اجتماعی بهتری پیدا میکنی. مثلا من تو وام گرفتن سقفی دارم که یک لیسانس بهش نمیدن اون سقف را. من بدون ضامن پروانه مطبم را که میبرم، خود رئیس بانک مثلا یه عدد بزرگی را میذاره، میگه آی دکتر بیاین وامو بهت بدم و خوشحاله که به من میده. خودش میگه دکترها خوش حسابن، از یه طرفم من شعبم میکشه بالا. خودش زنگ میزنه رئیس بانک بلند شده اومده دفتر من میگه آی دکتر نمیخوای وام بگیری؟ پس ما قواعد اجتماعی رو میپذیریم. یعنی من اگه تحصیلاتم رو جواب بدم، من اگه موقعیت کسب و کارم، من اگه حساب بانکیم، من یه چیزایی را رعایت کنم، یک جایگاه و مزایایی رو برای من شامل خواهد شد. اما من نباید به حساب بانکیم تبدیل بشم، من نباید به مدرک تحصیلیم تبدیل بشم، من نباید به تیپ و قیافم تبدیل بشم. چرا؟ چون وقتی که پیر میشم روز به روز افول اون قدرت را تجربه میکنم. چرا؟ چون وقتی کسانی از جناح من به جناح دیگران میرن احساس تنهایی و خنجر از پشت خوردن میکنم. چرا؟ چون وقتی پدر و مادر من با کرونا از این دنیا میرن احساس میکنم پشتم شکست، خالی شدم. پس اولین راز شادکامی از من حسن جان پرسیدی، من میتونم بگم که انسان‌ها دو تا حس خوب از زندگی دریافت میکنن. حالا در مورد شاد زیستن برای ما همونطور که ادامه میدادی صحبت کنیم. مرسی. چون که اولا خیلی خوشحالم وقتی که شما روی سن مردم را میخندانی حسن عزیز و تمام سعیت را میکنید در کنار تیمت که وقت بگذارید ایده پیدا کنید، ایده ها رو جمع کنید، ایده‌ای که مردم باش خندیدن و یا ایده‌ای که خودتون خلق میکنید. همه اینها مجموعاً اون کاری میشه که روی سن اجرا میکنی. در این حال واقفی که وقتی یه ایده میخوای به بچه‌ها، به مخاطبینت بدی، تو سعی کردی که آگاهی، دانش و بینش با مردم سعیم بشی. اینا تحسین برانگیزه، چه من چه هر کسی دیگری رو دعوت میکردی، ولی به عنوان کسی که فالوور و مخاطب زیاد داره
بین هر سرگرمی که میتونستی براشون فراهم کنی انتخاب کردی که یک نگرش را باشون سعی بشی، این نشون دهنده اینه که نگاه تو رشد یافته است به مقولات فان، شوخی، خنده، شادی و در هر دو بود داری بهش نگاه میکنی. یعنی هم به مدلی سرگرمی که تو دل اونم یه عالمه آموزش وجود داره، هم به مدلی که یک مقدار آگاهانه تر راجع به مسائل صحبت. این تشکر میکنم ازت. ولی ادامه میدم به این سوال که اگر بخوایم بگیم آدم ها 2 تا تجربه خوش تو زندگی میتونن داشته باشن، میخوام این موضوع رو بهش فکر بکنیم. میخوام دوپامین رو بیارین تو موضوع باشه، شادی. عالیه، باشه، چون هورمونای خوشی خیلی تعدادشون زیاده. ما 2 جور تجربه خوش داریم تو زندگی. تجربه خوش مربوط به بیرون از من، ما به اون میگیم خوشحالی. خوشحالی پس به بیرون از من مربوطه. حسنش چیه؟ حسنش اینه که میشه زود پیداش کرد. مثلا شما با خوردن یه بستنی، مثلا با جمع کردن دوستا دور هم دیگه، مثلا با گفتن یه جوک، مثلا با گرفتن یک مدرک تحصیلی، مثلا با زیبا کردن خود، موهاتا شونه میکنی، آرایش میکنی، صورتتا شیپ میکنی، مثلا لباس خوباتا میپوشی، مثلا یک موزیک خوب گوش میکنی، مثلا. پس کلا هر چیزی خارج از تو، تلاشی که خارج از تو محصولی را در دسترس تو قرار بده، تو را خوشحال میکنه. پایه و اساس خوشحالی های بیرونی عمدتاً دوپامینه و یا شاید هم یک مقدار اندورفین و چیزایی از این قبیل. اندورفین که بیشتر برای رفع خستگی در مقابل هورمون، در مقابل اسید لاکتیک بیشتر عمل میکنه. اندورفین خستگی رو بیشتر رفع میکنه. اما خب دوپامینه که اساسی ترین. من عذرخواهی میکنم اینجوری میگم، من به خاطر اینی حرف زدم که روی صحنه بودم پیروز، گفتم اگر شما تمام داروخونه‌های دنیا رو بگردید بگید 1 گرم دوپامین به من بدید من افسردم، اونا میگن ما شرمندم، همچین چیزی وجود خارجی نداره. اما ما میتونیم دوپامین رو خودمون با فکرمون و با مشاوره گرفتن از افرادی مثل شما که دانش بسیار بالایی دارن، این دوپامین رو خودمون بسازیم و شادی رو خودمون خلق کنیم. ما از طرف یک خالق اومدیم، پس میتونیم خلق کنیم. خداوند ما رو خلق کرده و پس ما خالق میتونیم باشیم. بفرمایید. خیلی عالیه. خب دوپامین حسنش اینه که گفتم میشه زود شناساییش کرد و شما میتونید براش برنامه‌ریزی کنید. پس خریدن خونه، به ارتقای ماشین، ارتقای مدرک تحصیلی، جابجا کردن خونه، تغییر مدل دکوراسیون، هر چیزی، مسائل این چنین، قبول شدن بچه‌ها دانشگاه، رفتن شمال و برگشتن، دور همی، یه سیخ کباب خوردن، اینا دوپامین و هورمون‌های بیرونی ما رو تحریک میکنه. حسنش اینه که خیلی مثل نمک زندگیه، یعنی همیشه دور و برمون یه چیزی پیدا میکنیم که خودمون رو خوشحال. حالا یه بار با خوردن، یه بار با گوش کردن، یه بار با نمیدونم خندیدن، هر چیزی. عیبش اینه که یه هورمون تحریکیه، یعنی کاهش پیدا میکنه و بعد از مدتی دیگه شما با اون حد از ماده خوشحال نمیشین. یعنی شما یک زمانی نسل من و شما یادشه که یک کاست گوش میکردیم و این کاست دست به دست میچرخید، بعضیا دک داشتن، تکثیر میکردن، قرب و منزلت داشتن. بعد اون 1 سال ما مثلا اون نوار رو گوش میکردیم و هممون حفظش بودیم. الان آدما پول میدن، نه که پول بگیرن، پول میدن که به اسم خودشون، جوانایی که دیگه ما اینقدر تعدادشون زیاد اسمشون رو نمیدونیم. چه درس بزرگی که حتی دوپامین میتونه اگر زیاد در شما ترشح بشه به صورت عادی بشه و اونجا بدبختی ما تازه شروع میشه و بدبختی که اون اصلا مشکل همینجاست. اینجا رو میخوام براتون بگم. میخوام بگم اون موقع حتی الان کسانی هستن که شما رایگان میتونی فیلم هالیوودی که دیروز اسکار گرفته رو الان دانلود کنی، حال نداری. میگن شاهکاره. میبینی 3 سال گذشته، تو به خودت گفته بودی امسال میشینم اسکارهای سال 2020 رو نگاه میکنم، هنوز نگاه نکردی. در حالی که قدیم یک دستگاه آپارات جو میگرفتیم یا یک ویدیو T7 میگرفتیم، لای پتو جابجاش میکردیم، یه دونه فیلمی که بیشتر خشم میدیدیم تا خود فیلم، مثلا شعله، تا صبح 4 بار میدیدیم چون کرایه‌اش رو دادیم، دوم دیم که بیزنس نداریم بشینیم تماشا کنیم. پس دوپامین خاصیتش اینه که با رسیدن خنثی میشه. یعنی شما به زنی یا مردی که عاشقش بودید میرسید، تو قدرتش رو از دست میده. تو خونه داره راه میره، حال نداری باش حرف بزنی. شما رشته‌ای که دلت میخواست و 12 سال عمرت رو گذاشتی،
وقتی بهش میرسی حال نداری درساشو بخونی. و چه غم‌انگیز. آفرین دقیقاً میخوام راجع به غم بزرگ زندگی باهات صحبت کنم و راجع به شغلت. مثلا سنی که شما داری، این استیجی که تو داری، سالن وزارت کشور 3000 نفر، هر کسی نمیتونه پرش کنه. تو 10 شب کنسرت بذاری پر میشه. برای یه عده‌ای جایگاهی که تو هستی از افسانه فراتره. ولی من مطمئنم که رو اون سن تو غم داری، تو اون سن تو مشکلات داری. برای اینکه هیچکی باورش نمیشه آدم به اونجا برسه میتونه بی‌تفاوت بشه، میتونه غمگین باشه، میتونه مشکل داشته باشه. چون مشکلاتی مثل پول، مثل شهرت زود بی‌اعتبار میشن و تو میبینی که گاهی حتی مثلا میگن فردا اجرا داری، گاهی نمیدونی حال داری برای اون اجرا یا نداری، با اینی که مخاطبینت دوست داری، با اینی که عاشقشونی، ولی دچار این سردرگمی. خب پس دوپامین اشکالش اینه که یک اعتیاد میاره، یعنی ما به کمتر از اون دیگه نمیتونیم رضایت بدیم. اگه اون قدم نباشه اصلا غمگینیم. دوم که دیگه شغل، اگه دوزش بره بالاتر مثلا. آفرین. یعنی حالا دیگه باید برم مثلا رو تو هالیوود اجرا کنم، حالا دیگه باید مخاطبین من بین‌المللی باشن، یا حالا باید مثلا دیگه مهاجرت کنم. میدونید چه تعداد دانشجوی پزشکی تهران دارن مهاجرت میکنن؟ میدونید چه تعداد انسانی که ازدواج کرده از دستپخت کسی تعریف میکنه که انگوش کوچیکه زن خودش نیست؟ میدونید چه تعداد بچه‌ای داره تو سری میخوره، پسر خالش و دختر خالش رو دارن به سرش میکشن فقط به خاطر اون درس خوندن در که بچه خودش از هر پنجه‌ش یه هنر میریزه. آدم چیزایی رو که میخواد خدا بهش میده، بعد دیگه اون چیزا نمیخواد به خاطری که دوست داشت به چیزی برسه. حسن جان، راز بزرگ شادکامی رو دارم بهش میرسم. راز بزرگ شادکامی نرسیدن. و آدم‌های دنیای معاصر معتاد رسیدن شدن و بعد به ایمان رسیدن و نرسیدن، که و بودن یا نبودن. من قبلا گفتم به خدمتتون، من از کودکی این جمله رو شنیدم، بودن یا نبودن. تفسیر شما در خصوص این جمله چیه؟ چون تا تفسیر خودم رو خدمتتون عرض کنم. من چون حافظم خیلی محدودیت داره، اگر که این کلام رو بل کنم حرفام یادم میره، ولی شما سوالت اگه نگه داری آخر جلسه از من بپرس. بودن و نبودن. اوکی. اما در خصوص چی بود میگفتین قبلش؟ که شادی و خوشحالی، شادی قانونش اینه، خوشحالی قانونش اینه که خیلی به دوپامین و هورمون‌های تحریکی، اسمش میگیم دوپامین هورمون تحریکیه، وابسته است و 2 تا خاصیت داره که خطرناکه. یکی این که باید دوزش بره بالا تا تازه اندازه قبل تو حال کرده باشی. یعنی یه ماشین آلمانی روزی که حسی را به تو میده که ماشین ایرانی خودت که پلاستیکش خب چیکار کنم که تو این تله نیفتن مردم؟ عالیه دیگه، همینو میخوام بهت بگم و بابت همین از تو تشکر میکنم، چون همین الان نزدیک به مثلا 5000 خورده نفر دارن این لایو را میبینن. این امیدوارم تا پایان مثلا مدتی تو صفحه تو به 50 60 هزار نفر برسه و این یعنی اگر روی یک نفر این لایو ما اثر بذاره تا ابد خداوند رو شاکرم و از همون یک نفر تشکر میکنم و به خودم میبالم. خود شایسته پنداری نمی کنم، اما به خودم آفرین خواهم گفت و میرم جلو آینه خودم رو میبوسم. حتی اگر برای یک نفر. اصلا راز شادی از این تیپ تفکر میاد که اگر کسی را نجات دادی انگار جهان را نجات دادی و اگر کسی را کشتی انگار جهانی را کشتی. این خیلی واقعیت داره و این جمله‌ای که این لحظه به صلاح زدی رو 50000 نفر من نشون میده که چقدر عمیق و درست دغدغه داری. دغدغه حتی یک نفره. خیلی خب میریم جلوتر. فعلا حالا ما طمع میکنیم که انشالله هر چه تعداد بیشتری آدم بشنوه. آقای دکتر، من یک کلیپی رو دیدم در یکی از پارک های معروف تهران، پارک ملت، که پارک بسیار لاکچری خوب و آدم های درست حسابی میرن اونجا قدم میزنن و در واقع لحظه میگذرونن از طبیعت زیبای اونجا و از گلها و پدیده های گیاهی زیبایی که اونجا از لذت میبرن و از هوای تازه‌ای که اونجا و نسیمی که لای درختها و بوته‌زارها میچرخه و مینشینن روی نیمکت صحبت میکنن. عده جوون یه حرکتی کردن، با دوربین رفتن حدود فکر کنم 200 تاشو من دیدم، اما فکر کنم چند هزار نفری رو ازشون سوال کرده بودن. سوال این بود که شما برای آیندهتون چه هدفی دارید؟ آقای دکتر، عین آمار از 4 ساله، بچه 4 ساله، میان سال، جوان، دکتر، مهندس، با سواد، بی سواد، کم سواد، پروفسور، هر چی که شما بگی،
غالبا جوابشون بود حالا هدف که داریم میگذرونیم ببینیم چی میشه، ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه در تمام این افراد گفته شد. آقای دکتر من پای این کلید انقدر گریستم که سردرد گرفتم. خب پس ببین حالا اشکال چیه؟ پس میبینیم وقتی که ما چیزی را داشتیم، چون تنها چیزی که داشتیم، خوب گوش کن این خیلی نکات مهمیه، تنها چیزی بود که داشتیم خیلی زندگیش میکردیم، پس هنر ما نبود. تاکید میکنم من همیشه وقتی اطرافیان توی لایو تو اتاقای مشاوره مینالن که روزگار بد شده، از اعماق وجودم حسن جان بهت میگم به مختصر مطالعه‌ای که دارم هیچ موقع دنیا بهتر از امروز نبوده و ما در بهترین دنیایی که تا حالا بشر تجربه کرده داریم زندگی میکنیم. از قدرت رشدی که انسان کرده، یعنی یه بچه امروزی در تهدید جدی برای رئیس جمهوری کشوره. یک بقال محله تو بخوای باش حرف بزنی باید حرفاتو حساب کتاب کنی بزنی. الان مخاطبین دارن میگن با این پاندمی که در دنیا را افتاده، حتما تکمیل میکنم کوتاه و سریع سعی میکنم بگم. حالا پس من فقط میخوام بگم ما فریختگی نداشتیم که اینقدر کوچه‌ای که توش با یک توپ دولایه بازی میکردیم ما زندگی کردیم، شیرابشو کشیدیم، ما چیز دیگه ای نداشتیم. دوست من اسیر شد، فکر کنم 6 سال اسیر بود. بچه‌ای که اسیرن این خاطره رو میدونن که مثلا یک خرما اگه 2 تا دونه خرما یک روز سهمت بود، هسته خرما معنا پیدا میکرد. اینا هسته های خرما رو جمع میکردن، بابتش ظرف میشستن، هسته ها رو با کف سیمانی اونجا میسابیدن، تسبیح درست میکردن. تسبیح ها رو چون تنها چیزی بود که داشتن اینقدر وقت میذاشتن یک دونه‌اش رو مثل یک اثر هنری پرداخت میکردن، صیقل میدادن که شما فکر میکردید با دستگاه CNC اینا بریدن و بعد اون رو دوباره میفروختن، بعد اینا رو یادگاری میفرستادن برای خانواده‌شون. و یک تیکه پلاستیک معنا داشت، یک نخ دندون معنا داشت، یک دونه مثلا در نوشابه معنا داشت، چون تنها پولی بود که داشتیم ولی کیفی هم از اون دنیا بزرگتر نبود. پس رازهای شادکامی رو دارم دونه دونه از زندگی خودمون پیدا میکنم. ببین حسن جان، پس بچه‌های قدیم شادتر الان بهش میرسیم. الان بهترین وضع دنیاست. بهترین وضع ما از بابت پتانسیل رشد، از بابت پتانسیل آگاهی، از رفاه، از اینکه امنیت وجودی آدم هاست، از اینکه جون آدم ها امروز مهمتر از همیشه است، از اینکه رسانه هایی که در اختیار افراد کف جامعه است قدرتمنده و به همین دلیل ظلم ها از همیشه قوی ترن. به همین دلیلی که جفا فراوان دیده میشه. جفای قدیم دیده نمیشد. ما روستاهایی داشتیم که دختران ازدواج کرده اول باید یک شب خونه خانمی بودن بعد میرفتن خونه شوهر. امروز چنین چیزی مثل شوخی محسوب میشه. من اینو میخوام بگم که انسان امروز شاد نیست و به دلیل اینکه فرصت زندگی کردن دارایی های خودش را نداره. انسان دیروز شاد بود، نه به خاطر فریختگیش، بلکه به خاطر که امکانات امروز نداشته فریخته نبوده، چون آگاه نبود، ترس داشت، از جن میترسید، دعا و طلسم باور داشت، مسئولانه حرف نمیزد، میگفت بابام بیچارم کرد، مادرم بیچاره کرد. بچهای امروز همه دیگه کلاس کارگاه مسئولیت رو گذروندن. دیگه کسی میگه تو منو بیچاره کردی، همه میدونن داره غیر مسئولانه حرف میزنه. بهش میگن که تو خودت انتخاب کردی بیچاره باشی. ببین این حرف تازگی نداره. شما دیگه کارگاه برگزار میکنی 6 ماه بار باید کارگاهاتو بروز کنی. قدیم ما یک کارگاه میبستیم به 7 سال راجبش همونا میگفتیم. شما دا دنیایی هستی که آدم‌ها رو دیگه به این راحتی نمیتونی متقاعد. اما دنیای قدیم دنیای افسانه بود. تو هیچی هم بلد نبودی، با 2 تا دروغ، 2 تا فریب، یک جماعتی به اومدن پول و اموالی که با ریال شکار کرده بودن 2 دستی به تو میدادن. اما امروز تو میخوای بچت رو راضی کنی، باید باش حرف بزنی، باید راضیش کنی. من اینا رو منظورمه. اما بگذار برسیم به اینکه شادی با خوشحالی. پس ببین بچه قدیم، چون من و تو چیزی نداشتیم، اون چیزی که داشتیم ما خیلی زندگی میکردیم. نشانه اونجاست که شادی در کیفیته، یعنی چیز زیادی داشتن نیست، بلکه آن چیزی که داری را تجربه کنی. شادی کیفیت، خوشحالی کمیت. مثلا من یه نامه برای تو میفرستم، میگم عیده بفرستم دیگه، یه پوستر خوشگل میخرم، این نامه که میروی به سویش از جانب من به سویش. یادت یه عید میشد 30 تا می‌خواستیم کارت پستال بفرستیم دیگه، جمله در میاد و کم میآوردیم، برای هر 30 تا همون رو مینوشتیم میذاشتیم تو پاکت میفرستادیم. کفتر نامرسون ببره اونجا. اما کیفیت چیه؟ متنی که برای معشوقت می‌نویسی. کمیت چیه؟ که پاکتش چه قیمته، اینکه عکساش گرونه یا ارزونه.
و سفارشی میفرستی یا معمولی میفرستی، اما کیفیت حس و حال موجوده. میخوام بدونی زندگی دو تا حال خوب توش هست، دو تا خوشی توش هست، خوشحالی و شادی. خوشحالی مربوط به داشته هاست، شادی مربوط به کیفیت زندگی داشته هاست. ما شادیمون رو از دست دادیم، خیلی زیادی خوشحالی. خوشحالی خاصیتش دو تا بود، بی‌اعتبار میشه، دوزشو باید ببری بالا. دنیای رسانه شده، پس ما نه تنها خودمون به چیزایی که میتونیم داشته باشیم دسترسی داریم، به چیزایی که میتونستیم داشته باشیم هم دسترسی داریم. پس ذهن یک بچه‌ای که کارمند آیفون 13 میخواد، حتی وقتی باباش پولشو نداره، چون دوستش داره که اونم باباش کارمنده، نمیدونه رفته وام گرفته از صندوق، ولی میگه بابای من بی‌عرضه است که نخریده. پس منابع ناشادی دارن شروع میشن، توقع، آرزو، خیال پردازی، بی‌کیفیت زندگی کردن، ناسپاسی، ندیده گرفتن داشته ها و نادیده گرفتن خود به عنوان منبع اصلی شادی. پس ما تو این چیزها پس دنیای امروز ما به دلیل رسانه ها، به دلیل سرعت بالا، به دلیل منابع زیاد اطلاعاتی، فرصتی که ما چیزی کنیم به ما نداشت، فعالیم تو توقعاتمون و همین دلیل همش ناکامیم. یعنی همه میگیم کاش که درس میخوندیم میرفتیم دانشگاه، اونایی که رفتن دانشگاه میگن کاش که رفته بودیم دنبال کار. اونایی که سر کارن میگن که اگه من اینقدر استعداد داشتم خونده بودم دکتر میشدم. اونایی که دکتران دارن بورسازی میکنن. و به همین دلیله که ما انسان سردرگم زیاد داریم. حالا شادی برخلاف خوشحالی به سروتونین احتمالاً و هورمونای مهاری متصله. هورمونای تحریکی هر چی تحریکشون کنی دوزش باید بالا بره. خیلی خوب. پس ببین انسان ها وقتی که شادن هی کیفیتشون بالاتر میره. یعنی اگه شما انسان شوک‌گذاری مخاطبین گرامی لطفاً تماس نگیرید حین لایو، ازتون خواهش میکنم چون آره قطع میشه. این مامان خانم بود دیگه، مادر عزیز من بود، کارش هم نمیتونستم بکنم. بعد اونم ممکنه دوباره استثنا رو حتی میتونست ما رو قطع کنم. ما حسن جان امروز من دندان پزشکی بودم، میخوام اینا بدونی من ذاتم از روزی که فهمیدم شادی در زندگی کردن چیزایی که دارم من دندان پزشکی رفتم دهنمو سرویس کرد. جدی میگی؟ من امروز الان دندان پزشکی اومدم، هنوز اینجا سره. ببین وقتی که بی‌حسی را زد یک متخصص در واقع ایمپلنت و پروتز بود، بی‌حسی را زد یکی از بیرون یکی از داخل و بعد در فاصله 3 دقیقه شروع کرد هر چی اونجا بود و میبرید و میکند، یه چیزی رو اونجا کاشت و شروع کرد به دوختن. من اونجا حسی که داشتم قدردانی بود. خب عدد یه عدد بزرگیه نسبتاً که شما 45 دقیقه کار کردم این عدد رو بریزیم به کار. حس من این بود قدردانی. یکی از باهوشترین آدمای دنیا در سخت‌ترین رقابت‌های ممکن شرکت کرده و درسی رو قبول شده، بعد به تخصص اون درس که دندان پزشکی رسیده، بعد دوباره در سخت‌ترین امتحان آزمون تخصص شرکت کرده، اون دوباره بین اون همه هیولا اون قبول شده، بعد دوباره 4 سال از جوونیشو که استعداد داشته هر کاری بکنه درس خونده که بدون زوایا چیه، عمق چیه، آسیب چیه، عصبا کجان، بافت چیه، کی آره کی نه، پروتز خوب چیه، از کجا بخرم و لینکاشو ایجاد کرده و من خوابیدم. اون داشت میکاش میزد و قدیم 40 سال پیش 2 نفر دستای منو باید میگرفتن، یه دلاک با یک انبر بی‌کیفیت لثه‌مو میشکاف و دندونمو میگرفت و نصفش هم اونجا جا میموند آبسه میشد و امروز من اصلا متوجه نشدم. از اون کسی که ایده‌ای که مواد بلاک کننده سیستم عصبی به نام ماده بی‌حسی یا بیهوشی را خلق کرده، حس قدردانی، موقعی که من تو کوچه بازی میکردم اون داشته اینو خلق می‌کرد. امروز این اتفاق افتاد. آره داشتم امروز شما با وجودی که امروز یه جراحی سنگین داشتین پذیرفتین که در لایو ما، چرا نگفتین که من در یک موقعیت دیگه که بهبودی داشتین و حال بهتری داشتین تماس بگیرم؟ آره ببینید دکتر نیکپور علیرغم اینکه امروز یک جراحی بسیار سنگین تحت عنوان ایمپلنت که دندون میکارند، جراحی بسیار سنگین و دردناک و طولانیه و گران قیمت که البته آقای دکتر نیکپور میلیاردر وضعشون خیلی خوبه، با وجود این که هنوز سره که البته که درد کم کم داره شروع میشه، من احساس میکنم درد داره شروع میشه، با وجود این من وقتی که بهش گفتم امشب لایو بریم پذیرفت. این نشون میده که این انسان فداکار نیست، بخشش داره. میگه من در زمانی که با کمی درد میتونم مردم رو آگاه کنم و در واقع
به اونها راز شادزیستن و آرامش و خوشبختی رو بیاموزم این کار رو خواهم کرد. چرا؟ چون ممکنه فرصت دیگر پیدا نشه. آفرین. البته من مشاورم کنسل نکردم. من ساعت 6 کارم تموم شد تا ساعت 7 رو کم خودم رسوندم به مطب. 7 مشاوره داشتم. تمام مدت مشاوره حواسم بود که در روی شنیدن اینکه مخاطب من چیزی اثر نگذاره. به خودم عهد کردم اگه اثر بگذاره جلسه رو ازش معذرت‌خواهی کنم و هزینه‌شو برگردونم و ازش بخواهش کنم یه بار دیگه بیاد پیش من مهمان. اما خوشبختانه تونستم درد رو مدیریت کنم. همین الان همین نایه سره، اما کوچکترین فداکاری نیست عزیزم. به دلیلی که تو گفتی حسن ریوندی زنگ میزنه الان من میخوام لایک بدم و میخوام یه پاداش بدم، هدیه بدم، آیا تو حاضری باشی؟ من میخوام این فرصت رو از دست تماما 100% لطف به خودم، برای که مخاطبینی که اثر میگیرن دستاورد من از زندگی هست. من این همه دونه دونه آدم میبینم یک جا میخوام به تعداد بیشتری حرفامو بزنم. اینا مدل شادی، مدل دستاوردی نیست، مدل کیفی زندگی کردنه. حالا پس شادی کیفیت‌ها رو بالا میبره. من اون تخت احساسم این بود خب من دارم کار میکنم، پول در میارم و خوشحالم که دارم پولمو میدم به این آدم. این آدم از حدود 35 سالگی تازه داره کرایه مطبش رو میتونه بده. من اگه زود به این آدم پول نرسونم و این آدم تو 45 سالگی جایی که یک کسی که رفته سر کار تو دیپلم رسیده این نخواهد رسید و این کیفیت کارش میاد پایین. دومی که دیگه به پول خیلی فکر میکنه. این آدم باید زود به وفور برسه. من خوشحال بودم، از اعماق وجودم خوشحال بودم به دو دلیل. یک، پول دارم بهش بدم. دو، این آدم 5 تا 6 تا کار دیگه مثل من تو همون روز انجام میده و خوشحالم داره پول خوبی دستش میاد. و سه، چقدر آدم متخصص دور من جمع شده که یه مشکلی که اگه قدیم بود اینجا که این دندون الان خالیه که میبینی که جاشو گذاشته فردا سه شنبه بعد برم خود دندونا بذاره، درست. اون آدم اگه نبود من اینجا رو باید خالی تا آخر عمر نمیخندیدم یا تا آخر عمر باید اینجا رو خالی میپندیدم. به اضافه که اگه میخواستم کاری کنم کلی درد. ببین این شوک‌گذاری دیدن آنچه که هسته. من تو همون مطلب دیدم عده‌ای اگه 12 نفر نشسته بودن 10 نفر داشتن قور میزدن. بابا چقدر پول میگیرن، اون یکی چقدر میبرن میارن، این یکی همش 40 دقیقه کار کرد داره 40 دقیقه 8 میلیون تومان. اون یکی من احساس کردم که چرا متوجه نیستید شما نیاز داشتید که اومدید اینجا. حالا بگذارید. ببین شادی از دیدن آنچه که هسته. مادری را که در آغوش میگیری و میدونی روزی نخواهد بود. قصه نخور که روزی نخواهد بود، چون حتمیه و تو هیچ کاری براش نمیتونی بکنی. ولی تو هم روزی نخواهی بود. آفرین. و هنر زندگی اینه که وقتی هست ببینی که چگونه میتونی شادمانانه زندگیش کنی و نخوای تملکش کنی. این مادر متعلق به تو نیست، این مادر متعلق به خلقته. از جایی که وقتی تو نبودی اومد و به جایی که وقتی هم تو هستی میره و یه روزی هم خودت میری. انسانی که در شادی زندگی میکنه انسانی که هی کیفی تر میشه. یعنی که آقای دکتر ما رفتیم شمال، اینقدر زیبا بود، برای اولین بار من شمال رو دیدم، مثل مستا بودم. اما الان به نگاه درخت پرتقال تو حیاتمون نگاه میکنم، کل شمال میاد تو نظرم. دیروز یک گلدون گذاشتم رو میزم، من دیگه نمیتونم برم تو حیات، هوا آلوده است. همون گلدونه رو میدیدم، جنگله رو میدیدم. پس دیدی خوشحالی که محصول هی دوزش پایین میفته، باید بیشتر ببری. یعنی یه باغ باید مال خودت باشه، بعد باید سندش رو داشته باشی. حالا یکی هم تو دشت مشا داشته باشیم، یکی هم فلان. اما شادی برعکس، تو خیابون ولیعصر راه میری لازم نیست اون درخت مال تو باشه. میبینی کسانی که 70 سال پیش درختانو کاشتن و راه میری و بهشون سلام میکنی، میگی مرسی مش جعفر، مرسی پدر بزرگ فلانی که الان پدر مثلا همسر من شاید تو باغبون اینجا بوده. هزاران ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودن که من تو این خیابون دارم، تو یکی از طولانی ترین خیابونای خاورمیانه راه میرم و به درختاش نگاه میکنم. آدم ناسپاس اینجوری میگه چقدر از این درخت‌ها رو بریدن، چقدرشو آب ندادن خوش شده. آدم سپاسگزار، آره خوردن بردن. من میگم آدم سپاسگزار برای همه اینا فکر میکنه، میره خونه مقاله می‌نویسه، عکس از درختی که بیخود بریدن میگیره تو صفحش میذاره، بی تفاوت نیست. اما این غم‌ها رو اجازه نمیده از دیدن درختای موجود محروم بشه. حرفای من تمام شد. 2 تا منبع برای خوشی تو دنیا وجود داره، منابع بیرونی، منابع درونی. منابع بیرونی خیلی خوبن برای اینکه به ما انگیزه میدن و در دست رسن. اگه حسن نیامد تغییر رو میگیم بیا دور هم جمع شیم. اگه شام جور نشد آذری میخوریم، یه موزیک هم میذاریم تنگش. یعنی زیاد میشه دور بر خودت. هر چه هنرمندتر باشی دور بر خودت یه چیزی برای خوشی جمع میکنی. اما وقتی همه رفتن شب خونه‌شون
اگر تو آدم شادی نباشی غم برمیگرده سر جاش. اینه که خلایشو خیلی هاشون با خیلی از آدما خلای خوشحالی هیچی نمیتونه خوشحالم کنه رو با مشروب، روابط متعدد، روابط نابهنجار و کار زیاد، پول جمع کردن، افراط در خریدن و فروختن و اینا پر میکنن. مثلا این امکاناتش کافیه، رفته تو ارز دیجیتال، هر روزم استرس داره که نمیدونم میره بالا میاد پایین. میگم تو اگه امکانات داری نیازم نداری برای چی اینقدر استرس؟ میگه عمرت رو نمیبینی که داره میگذره، برای چی رفتی سراغ کاری که اصلا نیاز بهش نداری؟ آدم میگه آقای دکتر نمیدونم استراب میگیرتم اگه نباشم. میگم آها تو معتادی و هیچ چیزی هم نمیتونه خوشحالت کنه، مجبور اووردوز کنی. اما شادی برعکسه، شادی به منابع درونی وصله. پس ما تو دنیا هر دوتا رو باید داشته باشیم، شادی و خوشحالی. یعنی هم باید مدام تو رشد فردیمون کار کنیم که اینقدر دیگر دوست بشیم و اینقدر خودکفا که اگه هیچ کی نباشه ما بتونیم شاد باشیم. به همین دلیل عاشق مادرمونیم، چون اگه نباشم میتونم شاد باشم. به همین دلیل قربون صدقه همسرم میرم، 2 تا اخلاق بدش هم ندیده میگیرم، اون فلان کم بودم تو خانواده‌اش بیخیال میشم. چرا؟ چون بدون اونم حالم خوبه. اما وای به حال کسی که حالش بده. ازدواجم میکنه گند میزنه، سر دکترم میشه به دکتری گند میزنه، حقوقدانم میشه به وکیل شدن گند میزنه. چرا؟ چون حالش بده، به پول بیشتر نیاز داره. پس یه ازدواج میکنم اون چی که از صحبت‌های شما الان عاید من شد در خصوص خوشبخت بودن و شاد زیستن اینه که جمله معروفی که میگه تنها راه افزایش خوشبختی برای هر انسانی اینه که اون رو با تمام مردم دنیا تقسیم کنه و تسری بده. و مادر ترزا حتی جمله بسیار جالبی داره، میگه محبت کردن و در واقع شاد کردن همدیگه، خدمت کردن به همدیگه بی منت تنها معدنی است و تنها جایی است که هر چقدر شما محبت کنید، هر چقدر شما در واقع خدمت کنید به دیگران، از این معدن که از طلا بسیار قیمتی تره کمتر که نمیشه. این معدن هی بزرگتر میشه، هی بیشتر میشه و عیار اون خروجی که از اون معدن بیرون میاد عیارش بالاتر میره. و این جملات روی من اثرات بسیار شگرفی گذاشت. به آدمای مهرطلب هم خیلی به بقیه مهربونی میکنن، اما فرقش اینه که مهرطلب ها حالشون خوب نیست و دوم توقع دارن در ازای این خوشی پاسخ ببینن. اما آدمایی که رشد یافتن و به مراحلی رسیدن که دیگر در ارائه خدمات به دیگری در حال زندگی کردنن، اونها بدون خدمت کردن به دیگران هم حالشون خوبه. دوم از انجام خدماتی که دلیلش رشد فردی خودشونه و در واقع توسعهشونه به دیگران پاسخی نبینن، یعنی مردم به عنوان قدرشناسی ازشون رفتاری نکنن، اونها سرخورده نمیشن، یعنی از اون خدمات دست بر نمیدارن چون اصلا دنبال پاسخ نبودن، بلکه به نیاز فکر میکنن. جامعه من به انسانی که متن فاخر بنویسه نیاز داره، حتی وقتی فالوورش پایینه. میبینید یک زن با بدن زیبا مثلا 20 میلیون نفر رفته فالوور جمع کرده، ولی یک استاد برجسته دانشگاه مثلا به 10K نرسیده صفحش. این استاد اگر حالش خوب باشه همچنان به بالاترین کیفیت داره مطلب می‌نویسه، اگه حالش بد باشه میگه خلای خرچه بریق، چون دیگه سرخورده شده. این همه رفته درس خونده که دوستش داشته باشن، دوستش نداشتن، خشمگینه، بی‌کیفیت میشه، خونه نشین میشه، افسرده میشه و با مردم خودش به جنگ میفته، در حالی که هر کسی که حالش خوب اصلا کاری نمیکنه کسی خوشش بیاد، کاری که درسته میکنه. هر جا مردم خوششون اومد و به ها، هر جا خوششون نیامد با مدارای فراوان، بدونی که به جونه که خلق بیفته، در پوستین خلق بیفته، به خدمت آرام و بعد معمولا هم چند نسل بعد همه میرن میفهمن او این یک 2-3 گردن سر و گردن از جامعه جلوتر. اون موقع این حرفا رو زده بابا این دیگه کی بوده و مردم میفهمن که خب اون اگه می‌خواست دولت شهرت باشه همون موقع سر و صدا به پا انداخته بود. و الی آخر مرسی که گوش کردی. من حرفامو زدم. شادی و خوشحالی هر دو لازمه. قدیم شادتر بودن اما نه رو لطف خودشون چیز دیگه نداشتن، خیلی شیوه یه چیزی رو میکشیدن. غذا نبود یه نون مادر صبح بوش بلند میشد زور تا داد میداد بخوری. تازه یه نون میداد که تو تنوری پخته بود که 3 تا میپخت 5 نفر سر سفره بودیم. همه گشنه از سفره بلند میشدیم و این نون تا شب تو رویای من بود. به همین دلیل میگه مزه‌های قدیم مزه بود. نه مزه‌های امروز خیلی فراوری شدن، خالص‌ترن، خیلی خوشمزه ترن. اما وقتی هواپیما میشه دهنتو باز کن تا غذا بذارن تو دهنت، معلومه که اون بچه از غذای چی نمیفهمه. معلومه که قور میزنه PS4 میخواد. معلومه که اسباب بازی که خریدی 2 دقیقه بازی میکنه میندازه، چون اسباب بازی‌ها رو تو اینترنت دیده، به اضافه که میدونه باباش مجبوره براش بخره.
ما در مجموع باید برگردیم به حوزه‌ای که یک حوزه فراوان داشته باشیم، کار فراوان بکنیم برای خوشحالی، یعنی خونه بتونیم بخریم، بتونیم از مستاجری خارج بشیم، بتونیم 8 گره نو نباشه. اینا رو با کلاس‌ها، دوره‌ها، مهارت‌ها اینا منکر نمیشن. ولی اگه تمام دارایی تو اونجا بذاری، حد اکثر یا میرسی یا نمیرسی، اگه نرسی سرخورده‌ای، برسی سرخورده‌ای. چرا؟ چون احساس می‌کنی دکتر منو نگران کردید. بگوین چرا؟ و ممکنه خیلی از مخاطبینی که این لایو دارن نگاه میکنن احساس من رو تجربه کرده باشن و همین احساس من رو مشابه داشته باشن. شما فرمودید که یه جایی خوشبختی تموم میشه، دوپامین تموم میشه و اون جوری که من میخواستم خوب درک کنم که چگونه این خوشبختی، این شادی رو همیشه داشته باشم و با شادی از دنیا برم و غم رو با خودم نبرم، اونو نتونستم از توی صحبت کنم. پس در واقع این شد که ما هر دو رو باید انجام بدیم. تکالیف زندگی رو باید انجام بدیم. یعنی اگه خدا بهت هوش داده برو درس بخون، اگه خدا بهت شم کاسبی داده برو کاسبی کن. حق نداری تنبلی کنی، حق نداری خودخانه بگی میشنم تو خونه، چون اگه خدا به تو هوش و بضاعت داده سم همه است. تو حق نداری اگه باهوشی پس لایف استایل زندگی مردمه که نشون میده که اونا خوشبختن یا بدبختن یا شادکامن یا در واقع تلخکامن. آره، این هر کسی کار خودش رو درست انجام بده، کار بکنیم، یعنی توقع نداشته باشیم. این باشیم که به نتیجه‌ای برسیم، بیکاری، افسردگی. اما اگر تنها دارایی ما از زندگی اون نتیجه باشه، یعنی من بگم میخوام یک روز سالن وزارت کشور سالناش صندلیاشو پر کنم، در حال سخنرانی کردن باشم، شب و روز متوجه نباشم که مسواک نزدم خوابیدم، متوجه نباشم که بچه‌ام دارن بزرگ میشن ولی اصلا من تا حالا باشون حرف نزدم و زندگی نکردم، متوجه نباشم دوستان خانواده‌ام گاهی به من نیاز داشتن بگم ببخشید من کار دارم، جلسات مهم دارم. اگر که من چیزهای مهمی را قربانی کرده باشم، شامل سلامتی بدن، سلامتی روح و روان، شادی، ملاقات عزیزان، نشست و برخاست با عشقهام، اینها را قربانی کرده باشم برای اون دستاوردها، من خوشبختی را از دست دادم. پس خوشبختی یک مسیره که به یک مقصد منجر میشه. مقصد کجاست؟ اون ویلایی که میخوای بریم. مسیر چیه؟ جاده شمال، زیبایی درختاش، موزیک ماشینم، همسفرام، کیفیت ماشینم، پس کیفیت و کمیت هر دو لازمه. اگر که میخوام روزی که بمیرم چگو انسان شادی باشم، میگم شیرابه زندگیت را کشیده باش، هر جا هستی همون جا باش. نرو شمال بگو برم برگردم تهران چکامو پاس کنم، میای تهران بگی که تعطیلات میشه برم شمال. نگو دیر شد میخوام ازدواج کنم، یعنی مجردی تو داری هدر میدی، بعد ازدواج کنی به مجردا بگی خوش به حال شما. نرو یه جای دیگر رو قصه بخوری، هر جا هستی اونجا رو سخت زندگی کن و بعد مأموریت تو اونجا، مثلا مجردی دیگه بسه تمام شد، برو اونجای بعدی، یعنی برو ازدواج. تو ازدواج رفتی هیچ گونه مداخله با دیگه مجردان نباید داشته باشی. بچه‌ها دور هم جمعن، یه کارایی هم میکنن، به من دیگه ربطی نداره، حتی اگر بند وجود من میخوادش، چون من دیگه متأهلم. آدمایی که هر جا هستند اونجا رو خوب زندگی میکنن، خوشبخت میگن. یعنی داره میمیره پدر جون، اگه یه ماشین زمان بود برگردون قدیم، به کی میخوای برگردی؟ برای چی برگردم؟ من هر کاری دلم میخواسته کردم، راضیم. 90 سالگی هم سن بامزگیه. ولی اونایی که خوب زندگی نکردن، کوچه های کودکی، کجایی که یادت بخیر، خونه پدری، کجایی، اینا معمولا اونایی که اونجا رو زندگی نکردن. پس ما دو تا چیز داریم، به جای رسیدن، هرگز نرسیدن. به جای رسیدن مأموریتیه که حق نداری زندگی را صرفش کنی، یعنی حق نداری از خوشیات بگذری برای اینکه یه چیزی به دست بیاری. شادی خیلی باحال زندگی کردنه، شجاع بودنه، اجازه بدی استعدادهای درونت و شهودت بهت بگه کجا باید باشی و چه بکنی، و شجاعانه خلاف حتی وقتی بابات ناراحت میشه، حتی وقتی محله میگن این بود حسن، آره این بود حسن، و زندگیش کن. پای خودت وایسا. تو همه کرواتی ان، تو با تیشرت میخوای بری بیرون، تیشرت برو بیرون. تو اگه این موسیقی را دوست داری، بقیه اونو، اگه تو تتو دوست داری تتو کن، فردا فوقش با لیزر پاک میکنی. بگذار عقلت بیاد وسط و شهودت بیاد وسط، ولی نگذار زندگی های نکرده حسرت موقع مرگت باشن. اما قانون چیه؟ که اخلاق را زیر پا نگذاری.
و عقل را زیر پا نگذاری. اما خوشی هایی که به خاطر ترس عرف، به خاطر ترس هنجار زندگی رو داره از تو میگیره، مبادا از خودت دریغ کنی. خوشی ها و اهدافگرا بودن هر دو با هم دیگه میشه خوشبختی. یعنی شما به اهدافی برس به عنوان وظیفه، اما مبادا زندگی تا صرفش کنی. من جایی اتفاقی تو مسیر جاده وایسادیم با اتوبوس قدیم، رفتیم پای این آبخوریه، یه کهنسالی رو دیدم، اون متوجه من نبود، با خودش زمزمه میکرد، میگفت پاشو میخواست بیاره بالا، سختش بود، کمرش یه خورده قوز داشت چیز، و اصلا دیگه کهنسالی و دردهای که 50 میاد، فشار میاد به چند جا میاد و اینا دیگه این رد کرده بود، دیگه 70 و 80 اینا. بعد با آه و ناله گفت جوونی کجایی که یادت بخیر. بعد در همون حین چون نمیدونست من اونجام، فکر کرد هیچ کس اونجا نیست، برگشت گفت که حسین جوونیت هم هیچی نبودی. من خاطره بزنم این جوکه واقعا، گفت جوونی کجایی که یادت بخیر، و گفت حسین خودمونیم، جوونیت هم هیچی نبودی. حالا من از شما یه خواهش دارم، در یک جدول کوتاه فقط مراحل خوشبختی و شادزیستن رو یکی یکی بگید که ببینیم چند مورد میشه ما نتیجه کنیم نهایی از این لایو و بیشتر از این. پس نهایتا هر مقطعی از زندگی هستیم، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، بزرگسالی، کهنسالی، اونجا رو خوب زندگی کنیم، ترس‌های آموخته شده کمتر قرار بگیریم. دو بخش داریم، یک سری اهداف زندگی که دنبالشون بریم با برنامه‌ریزی، پلن، نامگذاری درست، هدفهای بزرگ و به هدفهای کوچکتر تبدیل کردن، واضحشون کردن، با گام کوچیک به سمت اهداف بزرگ رفتن. تمام کلاس‌های کوچینگ، کلاس‌های برنامه‌ریزی، پلنینگ، اینا رو کار کردن، درستن و آدم‌ها باید برن یاد بگیرن و از پس تکالیف زندگی بر بیان. اما یک بخش دیگه اینه که در حینی که این کارا رو انجام میدی، اون خونه 40 متری اجاره ایت، اون سن 25 سالگیت، اون تراوت پوستت، اون نیازهای طبیعی و شاد کنندت رو زندگی کن. اگه بگی وقتشو ندارم، دو تا اتفاق میفته، یا به اون اهداف میرسی یا نمیرسی، اما در هر صورت از خوشبختی دوری. پس خوشبختی حاصل زندگی کردن لحظات اکنونه و با کیفیت زندگی کردنه و به جزئیات بیشتری از نعمت‌ها به صورت شکرگزارانه توجه کردن. اما خوشحالی ثمره رسیدن به اهدافه. هیچ اشکالی نداره اهداف بذاریم و حتما هم باید دنبالشون بریم، اما نباید بخش عمده زندگی ما هدفگرایی باشه. بخش عمده زندگی ما باید مسیرگرایی باشه. یعنی آدمی باشیم که خوش باشیم در اون لحظه و نگذاریم که دیگران برای ما تعیین کنن چی چیزی خوشیه. این یه چیز. اما یه سوال پرسیدی که چون دیدم طولانی شد لایومون و اگه اجازه بدی لایو را به پایان برسونیم، هر جا شما صلاح بدونید. نه آقای دکتر، آخه من الان برای دغدغه خودمه میگم که مثلا دارم توی پیج خودم هر روز داره، مثلا دیشب فکر کنم چقدر فالو به موازات شد، 20,000 نفر از دوستان از ایرانیان محبت کردن، پیج بنده رو فالو کردن که این عدد قابل توجه و مثلا شگفت انگیزه و لطف خداست و من ممنون تمام این عزیزان هستم که قابل دونستن پیج من رو فالو کردن. اما دغدغه من و این نگرانی من بابت اینه که آقای دکتر شما داری از من خداحافظی میکنی، اما من به عنوان کسی که در واقع شادی آفرینه و شادی ساطع میکنه برای مردم، خودش آدم بسیار شادی نیست و اگر ما ممکنه کی اگر درست هم زندگی کنیم کی ممکنه تو تله بیفتیم و خوشبختی رو از دست بدیم و آیا اگر خوشبختی رو از دست بدیم لحظه‌ایه یا برای همیشه است؟ اینا برای من دغدغه است، اینا برای من سوال. وقتی از دست میدیم که تو تله‌های اهداف گیر میافتیم. مثلا وقتی که شما میگی باید به جایی میرسیدم نرسیدم، بیش از حد نتیجه گرا شدی و بودن خودت، کیفیت‌های خودت، مقابلیت خودت رو نادیده داری میگیری و خودت رو تجربه نمی‌کنی. پس مثلا نظام‌هایی مثل مسابقه برد و باخت، مثلا نظام‌هایی که مقایسه توشون وجود داره،
نظامایی که در اونها توقع وجود داره. مثلا من توقع داشتم حرف نسنجیده تو این لایو نزنم، توقع داشتم این لایو به یک استقبال عمومی روبرو شه، توقع داشتم حسن ریوندی عزیز راضی باشه که منو دعوت کرده، توقع دارم اون بیچارم میکنه. ولی اگر که من از این که یک تکلیف اینجا بود، من به نظرم یک کیس مناسب برای گفتگوی این چنین بودم و به همین دلیل هر چقدرم در اون لحظه به ذهنم رسید و در توانم بود گفتم. اگه بعدها اون لایو دیدم احساس کردم اینجا رو بهتر بود نمیخندیدم، بهتر بود اون حرفا نمیزدم، اینا دشمن شادی ان. یعنی در واقع سوال من و سوال خیلی از مخاطبین اینه که اگر ما در مسیر زندگی لحظات احساس یا مدت طولانی احساس خوشبختی کردیم، بعد یهو احساس کردیم که دیگه خوش نیستیم، چجوری اونو برگردونیم؟ این سوال بسیار سوال مهمیه که اگر خوشم، اگر سر حالم، سرخوشم، خوشبختم، احساس پیروزی، موفقیت، هر چیز دارم، یه موقع احساس میکنم که اینا رو از دست دادم، آیا فکر میکنم برای همیشه از دست دادم؟ آیا راههایی هست که دوباره اونها رو برگردونم، آیا برسم به همون نقطه؟ وقتی که شما دارید ماهواره با یک ماهواره یک برنامه تلویزیونی میبینید، یه باد شدید میاد و آنتن جهتش میگرده یا میفته و دیگه پارازیت داره و واضح نیست، در چنین موقعیتی شما چیکار میکنید؟ خب میرم دنبال ریشه این مشکل که کجا بوده. نصاب میارین دیگه، نصابه رو میارین که دوباره میرم خودم برات باشم تنظیم میکنم. اصلا پس تنها کاری که نمی‌کنی اینه که این مش بزنی تو سر رسیورت. تنها کاری که نمی‌کنی هی مثلا ماهواره تلویزیون رو روشن و خاموش کنی. آقا سیگنال نمیاد، جهت گشته. پس ماها هم دزد توجه داریم، دزد شادی داریم، مثل مقایسه، مثل ترس از باخت، مثل ترس از فقر و فلاکت، مثل توقعاتی که دیگران از ما دارن و برآورده نمیشه، مثل سرزنش. پس خوشبختی هی میره و میاد. آفرین. یعنی شما هستین که تعیین میکنین کی بیاد و زمانی که میره شما تعیین نمیکنین، چون ما به جبر روزگار یه موقعی خوشبختی رو از دست میده، از کفمون میره و نمیتونیم، قدرت این نداریم که جلوی اون از دست رفتن خوشبختی رو بگیریم. اما فکر کنم داره دیگه یه مقدار اینترنت شب، چون شبا یه مقدار اینترنت ضعیف میشه. مثلا به تو توی جمعی همه حرف میزنن، تو داری به چک فردات فکر میکنی، نمیفهمی اصلا چی گفتن. شادی یک جریانه، مثل هواست، مثل نور خورشیده که وجود داره، لازم نیست تو کاری براش بکنی، تو فقط بهش توجه میکنی. اما پارازیت ذهنت اجازه نمیده که بهش توجه کنی. پس تو میگی گاهی حالم خوبه، یه دفعه حواسمون پرت میشه. میگم مثل آنتن ماهواره که گشته، تصویر شفافیت شاید دست داد، یا مثل حواست که تو این مهمونی یه دفعه پرت شد، نفهمیدی جوکه چی بود، همه خندیدن. تو میگی حواسم پرت میشه، دیگه دست خودم نیست، اما برگردوندن حواست دست خودته. یعنی آیا دکتر چیکار کنیم که هی ذهنمون پرت میشه؟ میگم برای اینکه ذهنت پرت میشه هیچ کاری نمیتونی بکنی، اما اینکه ذهنت رو اجازه دادی پرت بمونه در اختیار خودته. پس ما مدام توسط دزدهای توجه اطراف، مثل مقایسه وضعیت مالی، مثل سرزنش‌های والدین، مثل جبر و اختیارات اجتماعی، حواسمون از شادی پرت میشه. اما باید مدام به خودمون منابع شادیمون رو یادآوری کنیم. مثلا دوباره میشینم با هم دیگه با دوستی مثل حسن صحبت میکنم، به جایی که با اون دوستی که خصوص خودم و شما و احساس هم نسبت به شما، چون در مورد حواس گفتین، من نمیدونم این روزها چه اتفاقی برای من افتاده که حواسم رو به هر جای دنیا که پرت میکنم درست جلوی پای شما دکتر نیکپور میفته. خب آره، به خاطر اینکه اونجا منابع با تجربیات شاد با هم داشتیم و هر بار که این تجربیات رو تونستیم خلق کنیم بهش اعتماد کردیم که بازم میتونیم خلق کنیم. پس موضوع بودن یا نبودن از شکسپیر رو من اینجا تموم کنم که برای همیشه این موضوع حل بشه. بودن یا نبودن رو بسیار تفسیر کردن، بسیار تحلیل کردن، ترجمه کردن، معنا کردن، اما در جایی من کاملترین معنای این جمله رو در واقع پیدا کردم. بودن یا نبودن. من دارم آقای دکتر افطار میکنم، مثلا در لحظه افطار وقتی که خرما رو دهانم میذارم، با اون خرما بودن میکنم. عطر خرما، شیرینی خرما، لذت خرما و اینکه این ضعفی که در
معده من هست که و معده من هر لحظه منتظر که این خرما بیاد توش. من با همه این لحظه ها بودن کنم، با این خرما بودن کنم، خرما رو بفهممش. یعنی نادانسته و از روی تکرار و از روی روال عادی اینکه سوپ تو سر بکشی، بعد بری سراغ شل زرد، بری سراغ حلیم، بعد بری سراغ نمیدونم چلو گوشت و اینها، اینجوری نباشه. من بفهمم این خرماست، این خرماست و چقدر عطر خوبی داره، چه شیرینی خوبی داره، من باش بودن کنم. این میشه بودن یا نبودن. مسئله این است. این است. آیا شما این حرف منو تایید میکنی؟ 100%. الان که گفتی این شعر به ذهنم اومد که حالا شاید پس و پیش بگم و خیلی عالی گفتی. همه جا کارگاهی که ما با هم گذروندیم رو همین بود. میگه بی منی پیش منی در یمنی، با منی در یمنی پیش منی، بودن یا نبودن مسئله این است. یه جایی هستی اونجا نیستی، ازدواج میکنی اما تو زندگی نیستی، سر کار میری ولی فکر جای دیگه است. هر جا هستی همونجا باش، یا اونجا رو دوست نداری دیگه اونجا نباش. و یکی از منابع شادی که پارازیت ذهنه و این ماهواره هم رو پرت میکنه که کیفیت تصویر میاد پایین، ما دیگه لذت از فیلم زندگی نمیبریم. پس با یار موافق بشینید، با انسانهای موافق، یعنی انسانهایی که به امید به زندگی دارن تلاش میکنن نشست و برخاست کنید. با منابعی که امیدوار کنندن زندگی کنید. با خشم‌ها و نگرانیاتون در اتاق درمان برید روبرو شید، انکارشون نکنید. اونم دوست توجه هست، اونم پارازیتن. و بعد وقتی آزاد شدی، مثل که بارهای زیادی از دوش زمین گذاشته شد، به اون درخت نگاه کن، یه دوش خیلی خوب بگیر، یه لیوان چایی که میخوری زندگیش کن و یک کمدی حسن ریوندی رو که میری دکتر من شروع کن به خندیدن و دیگه کار نداشته باش که بیرون چه خبره، فقط از ته دل ریسه برو از خنده. چون هر جا هستی. 10 سال پیش دکتر شروع کردم به رفتن به مطب مشاورین مختلف و اونا شگفت زده می شدن که شما اینجا چیکار میکنی و من براشون توضیح میدادم که من محتاج ترین به مشاوره شما هستم و تحقیق کردم، گفتن شما میتونید من راهنما باشید. و یک فکر و یک ایدئولوژی و یک ایده در بین مردم هست که وقتی بهش میگی به یه مشاوره مراجعه کن، میگه خود دیوونه ای، مشاوره خودش دیوونه است. شما میتونید در یک جمله کوتاه این ذهنیت اشتباه رو از ذهن مردم پاک کنید و اونها رو دعوت کنید که اگر گاهی به بنبست میخورید و هیچ راهی برای زندگی خوش ندارید، بیایید به آغوش ما با آغوش گرم پذیرای شما خواهیم بود و به شما راهکار خواهیم داد، نقشه گنج زندگی رو به شما خواهیم داد و هیچ توقعی جز یک ویزیت ساده از شما نخواهیم داشت. جمله کلیدی: تعداد مراجعه به مشاور نشانه سلامتی آدم هست. بشمار، بپرس تو امسال گذشته چند بار رفتی مشاور، خوشوبش کنی، میتونی بفهمی چقدر با آدم سالم سر کار داری. دوم، مشاور خوب کسیه که حتما سالی 1-2 بار خودش جلسه تراپی بره. دقیقاً. حالا هدهد یکی از پرندگانی بود که با حضرت سلیمان وقتی که لشکرکشی میکرد همراهی میکرد و میگفتن اینطور در تاریخ اومده هدهد یکی از خصوصیاتش اینه که عمق زمین رو میتونه ببینه که کجا نبت هست، کجا آب هست و به خاطر همین حضرت سلیمان در جنگ ها پیروز میشد، چون دشمن از مسیری میرفته که در مسیر هر چقدر چاه میکندن میدن به آب نمیرسیدن، اما هدهد میگفته از این مسیر بریم که من پرواز کردم رفتم تا کیلومترها اونورتر جایی پیدا کردم که اونجا آب هست، میدونین با کندن مثلا 10 متر زمین به آب برسیم. حالا این رو من باب یک مثال دادم، نمیدونم درست بودن یا غلط بودنش چجوریه، اما میخوام این رو در خصوص شما عرض کنم. طی این مرحله زندگی که ما پیش روی ماست، طی این مرحله بی همراهی خضر مکن. این قسمتی از یک شعریه که من میخونم و چون این قسمتش مربوط به شما میشه به شما تقدیم میکنم. طی این مرحله من با تمام اون دانستهایی که به من آموختید هنوز تشنه آموختنم و هنوز میگم آقای دکتر من اول راهم، بازم هلم بده، بازم جلو منو سوق بده. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن،
ظلمات هست. میگه این راه زندگی، مسیر زندگی یک مسیر بسیار تاریک و وحشتناکه. ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی و ما در تاریکی گم میشیم. امروز اتفاق افتاد توی اتاق کوچیکی در دفترم، چراغ خاموش بود، من میخواستم ورود کنم، به 10 جا خوردم و چند آسیب جدی هم به بدنم وارد شد. وقتی که ظلماتی اتفاق میفته در اتاقی که من گوشه کنارش رو چشم بسته میدونستم، اما خب تاریک بود، به 10 جا خوردم. ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. من خود این مرحله با همراهی مرغ سلیمان کردم که همون هدهد باشه. در واقع من به مخاطبین عزیز دارم این لایو رو میبینم، میگم که اگر میبینید حسن ریوندی این لایو رو گذاشته، دارم این مرحله رو با آقای دکتر نیکپور میگذرونم و آقای دکتر نیکپور خودش شاید با کسان دیگه تعامل داره، من خبر ندارم، اما لذت میبرم وقتی شما این آگاهی ها دارید و این دانش عظیم رو دارید و من و دوستان دیگری تو لایو میان رو در واقع مستفیض میکنید. من میتونم با یک جمله حرفامو به پایان برسونم و اگه شما دوست داشتین خداحافظی کنید. وقتی که انسان کمی رو درمان خودش کار کنه که یک مقدار آشکارتر بشه و به قلب سلیم برسه، یعنی کمکینه، آشکار، واضح، بزرگترین مرغ سلیمان انسان قلب سلیم خودشه. یعنی انسان به یک میرسه که خودش میفهمه چی به نفعشه، چی به ضررشه. همه ما باید کار کنیم که آشکار زندگی کنیم. اگه آشکار بشی مثل آدم سالم میفهمه این غذا به ضررشه، اون غذا به نفعشه. شما کنار خیابون یه فلافلی کثیف میگیری میخوری، به گوشت تنت میشه. غذای با کیفیت تو رستوران خوب میخوری، میذارن جلوت، پولش هم دادی، اولین لقمه اون گوشت رو میذاری دهنت، میگی این من نمیسازه، نمیدونم چرا نمیخوام بخورمش و درست فکر میکنی. اتفاق افتاد. بعد درست قلب سلیم پیدا کنه که همه ماها استعدادشو داریم، خودمون بهترین هدهد وجود خودمون. زنده باشید. درود بیکران بر شما و در پناه حق باشید. آقای دکتر تشکر فراوان میکنم بابت این که پذیرفتید بنده کمترین از دانش بسیار بالای شما بهره مند بشم. جدا از این که چندین هزار نفر در لایو ما تا 8000 تا 9000 تا 10000 رفتن و استفاده کردن از در واقع صحبتی که شما کردید و سخنرانی که شما کردید در خصوص خوشبخت زندگی کردن و چگونه راه خوشبختی رو یافتن و اون حفظ کردن و اگر از دست دادن چگونه برگرداندن، چگونه آرامش پیدا کردن. من این مسئله رو چون اساسی ترین مسئله زندگی انسان هاست رو در لایو های بعدی شاید بخوام در خصوص اینکه شاد جوک بگم اصلا با شما، اما باز میخوام در خصوص شاد زیستن و راههای شاد زیستن و چگونه خوشبخت بودن با شما صحبت کنم، چون در این مقوله و در این فرصت نگنجید و همه حرفا ناتمام ماند و احتمالاً من احساس میکنم مخاطبین گیج شدن چون شما خلاصه وار میگفتید. من در یک فرصت دیگه که ساعت مثلا 10 شب باشه از قبل به مخاطبینم اعلام میکنم اگر دنبال خوشبختی هستیم، اگر در زندگیتون احساس بدی دارین زجر میکشین، دارین رنج میبرین، اگر کسی شما را اذیت میکنه، اگر از خودتون بدتون میاد، اگر جلوی آینه نیستید و متنفر میشین از خودتون، میگید بدم میاد ازت، اگر جلوی آینه نیستین و خودتون رو میبوسین و اگر به بهترین رستوران ها میرین و بهترین غذا رو برای خودتون سفارش میدین، یا اگر به یه فلافلی به قول شما بسنده میکنید با اینکه پول دارید، بیاید در لایوی که من با دکتر نیکپور دارم در ساعت 10 شب مثلا فلان تاریخ. حالا دکتر به صورت اسپل اینستاگرام خودتون رو اعلام کنید. نیکپور مجتبی @ نیکپور مجتبی NIKPOUR نیکپور MOJOTABA مجتبی. درسته. دوستان عزیز مخاطبی که الان موندن دیگه 4-5 نفر هستن، در ریکوست آقای دکتر میتونید پیام های خودتون رو بذارید و اگر
مشکلی دارید و سوالی دارید از آقای دکتر بپرسید. من قول 100% که نمیدم، اما قول نصف نیمه کاری بهتون میدم که آقای دکتر قطعا راهنمای خوبی برای شما خواهد بود و تفاوتش رو حضوری، الان لایوی بود به صورت حضوری شما باید محضر دکتر، من حضوری وقتی محضر دکتر میشینم اصلا مو به تنم سیخ میشه وقتی که صحبت هامون بست پیدا میکنه. الان ما در یک فرصت کوتاه صحبت ها تو هم دیگه رفت و همه چی قاطی شد، اما شما حضوری محضر دکتر برید، مخاطبین عزیزانی که دارین لایو نگاه میکنید و ببینید که زندگی چقدر زیباست و شما چقدر خودتون رو دوست دارید و شما چقدر دنیا رو دوست دارید و مردم دنیا رو دوست دارید و همه چیز و خدا رو دوست دارید و خدا هم شما رو دوست داره علیرغمی که حتی گناهکار باشید. یک جمله، فقط یه جمله، دوباره هی جمله هم زیاد شد. اگر دنیا، یک از دلایلی که میگم ما خیلی سعادتمندتر از گذشتگانیم اینه که ما امروز با یک پادکست رایگان از هزاران انسان فرزانه که دارن تولید میکنن و در اختیارمون میگذارن میتونیم برای رفع یک ابهام و سوء تفاهم استفاده کنیم بدون هزینه کردن، بدون اومدن. من یکی از عوامل بسیار کوچک در حلقه آگاهی جامعه امروز هستیم. هزاران منابع رایگان، هزاران منابع دیگر در دسترسن. مشکل اینه که ما بخوایم یا نخوایم و خیلی افتخار میکنم و خیلی خوشحالم که اجازه ندادم دندون درد امشب مانع از حضورم در این فرصت بی‌نظیر باشه. ممنونم که منو دعوت کردید. درود بر شما، پاینده باشید و تاجتون مقبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که رحمت و عطوفت، بخشندگی خداوند شامل حال من و شما بشه. اگر گناهی از سر نادانی کردیم ما رو ببخشه. انسان یه مدتی میگفتن جایز الخطاست، بعد من جای شنیدم گفتن انسان ممکن خطاست، ممکنه خطا کنه. لذا ما ممکنه خطا کنیم، ممکنه گناه کنیم. من اینجا میخوام که در پایان این در واقع لایو از خدا بخوایم که ما رو ببخشه به خاطر آنچه که نباید میکردیم و انجام دادیم و راهنمای ما باشه برای سعادتمند بودن و انسان متقی بودن. خدایا دوستت داریم و ما رو دوست داشته باش. دوستت دارم آقای نیکپور. شب خوبی براتون آرزو میکنم. سلام برسونید. خیلی دوستان که افتخار دادین و تو این نشست حضور پیدا کردین. ایام کاملتون باشه، سال 1401 براتون خیلی پر و فور باشه و خداحافظ. زنده باش. خدا نگهدار. خداحافظ شما.